бурда мехоҳам ки барои ҳамун пешоби шутур хӯрданам ай кадоме ки мисол чи кадоме да сахт расида боша узр мехоҳам. монра да баъзеҳо шояд маъқул нашида боша, баъзеҳо да сахт расидагӣ боша. аз ҳаматон маъзарат мепурсем, бахшиш. шояд ки баъзеҳотон табтон хира шида боша, баъзеҳотон шояд нафорида боша. шояд ассалому алайкум. Ассалому алайкум. Хуб ҳасти бародарам? Тенҷи корако хуб? Хуш омадед ҳоҷи муҳтарам. Хуш бош, хуш бош, хуш бош. бозам салому алайкум дӯстони азиз. хуш омадӣ ҳоҷи Пишмурод. Хуш боши бародарам, зинда Хеле бош. омадем. Шукри Худо, алҳамдулиллаҳ. Салом алайкум. Бо ин дидори шуморо дидам, хеле хурсанд шудам. Дар куҷое ки ҳар як куҷо ки мебинем, балки дилмон рӯй мешавад, хурсанд мешем. Зинда бошед, зинда бошед. Баракаллоҳу фик. Бор ки морам шуморо дидем, хеле ай суҳбатоту хушҳол шудем. шояд ки овозо бисёр биёянд. бевҷо бошон ка кайса бошанд. бошед осмона. бародарони азиз, чӣ хел омадем? раҳ чӣ хел буд? Раҳ беҳтарин, шукри Худо хуб. به یگان کم بدین بازم الله سبحانه و تعالی مبارکش بگردانه و ساق آمدین سلامات بر بگردین به پیش پدر مادر اهل بیت خویش اقربا زنده باش، زنده هر باش. کجایی که باشین سلامت باشین. چند قپش بگیم در مسکو دیداری کردیم الحمدلله. خدا شکر. الحمدلله که برادر کی هستیم با خاطر انما المؤمنون اخوه، یعنی همه مؤمن ها برادر هستند. پیروز ای جایم فردا بود یا بود تاجیکستان، فردا یک بود یا بود در ازبکستان، قزاقستان، روسیه دیگه و دیگه. عموما هر کجایی که باشیم سیله رحم، سیله برادری را یعنی باید قطع نکنیم. هم خیلی حبیبی؟ بله بله. اگه ما مردم ایجادکار، ما ایجادکاریم. همین حاضر که ما بنوار گرفتیم، همین ایجادی ما است. همین کاری ما است، همین کسبی ما است. تو مردمی که کامنتاری می‌نویسن ما بلاگرم مخی. اگه بلاگر اگه حاضر از همون است. عموما مثلا که همین گپا میگن. برای لایک ما بلاگرم. مثلا شما دوری گفتی گپا، ما شاید گفت گپا. هنرمند، ایجادکار، صنعتکار، بلاگر، همین یک شی اوخی. یک شی. یک ستومه، یک شاخانه، یک ستوم هم یک کنده میگیم. چون یک ستومو این اکن نوداش ایده هنرمند و صنعتکار و دیگه. ما مقصد به ساحه خدمون، به کار خدمون، یعنی کاری ما همین یعنی ما ایجاد کردیم دوزی. بلاگری کردیم یعنی بفهمن همون بچه‌ای توی ما اومده مبارک شب روست میگم کی مرگلی نمیگه فوزی مرگی رالیک توی دورما گفتم یا اکل رالی گفتم ببخشید که تو دعوت کرده در ود مثلا نوبت میدم رالی کو نویگ میگفتم مرد میگم چی کنسرت موندگی بود نوی کمالی با مردی سخن خیلی شکری خیلی هر یک وقت ساعت خود دور هر یک با بسته به دور ساعت خود ما هر آدمی رو میشناختم قطعی مقصد رب میخوندن وزی رو میبینید چی کارایی دیدن چی کار میکشن دور جوانی جوانی میگذره الحمدلله. الحمدلله که مثلا خدا دارم جوانی یعنی توبه را قبول کنه و بله گناه‌ها را عفو و مغفرت کنه، نور علی نور میشه. شب حال آنانی که در وقت ساعت خوب توبه میکنه. اگر در جوانی توبه کردن نشه پیغمبری است، در پیری توبه کردن خواه ایمان بری خواه نبری. باشه چیزی که ما شنیدیم ما رو گفتن میگیریم با هم گپ ما که بلوگ گیریم چیزی شنیدیم گفتن میگیریم. درست. ماشاءالله. چند روز چی آمدن تو نکای دوستم؟ اگه این خیلی بگیریم نه دویم شو یار روز دو شو ولی مدینه منوره نرفته نه؟ نه ولی مدینه نرفته. راستی که بود این خیلی بود که سفری ما اول مدینه دا بدیم بعد مکه اومدیم. این دفعه خیلی شد که اول مکه اومدیم بعد بهترین وقت به مشقتی اومدیم. بله آج اکا زمانه پیشروی شکرانه یار و دوستا، شکرانه پروردگار، این صلح و صلاح، این باور میکنی دیگه گفته هم مصفیدا دیگه جایی گپش نیست. این هم فقط اینجا امانی که باشه همه شو میشه. ماشاءالله بهترین. خدا چی کاره این؟ ما همین نوارد استفاده بردم میخوام که برای همون پشو شتور خوردنم ای کدومی که مثلا چی کدوم دا سخت رسیده باشه عذر میخوام، بخشش پرسیدن میخوام و میخوام که بگم که برادرها کدومی که مثلا همون چی میگه چی نمیگه در همین جا همین چیزا یافت میشه و خوردنش هم ممکنه. به همین خاطر ما برای لیچنی خودم همچون دارو خوردم. بگم که داروی اپتک نخوردم و دارویی که همین وقتش در اپتک نبود که
همین خاطر دارو گفته قجیدمش با همین خاطر برادرها مرا خطا نفهمین ای من یادم نگیرین مثال چیزی که من میکنم ای کاری ما ای رفتاری ما کارباری ما بگیم خطا نمیکنیم با همین خاطر کدام که سخت رسیده باشه کدام که تابش گشته باشه تابش خیرش ده باشه تابش نازکی بد باشه 1000 بخشش میپرسم ای همه هموطنان 1000 بخشش ما را مگه دای بین خوش میکنیم که خدمونه مننی خدمونه یعنی خیلی قید کرد یعنی ما ویدیو را کرده بودیم نه به خاطر اونه که مردم دعوت کنیم که شما میزه که اشتر بخوریم یعنی شوخی بینمون بگیم همچون برادر همچون بگیم خیلی حضرت گو صنعتکار همچون انسانانی که اوید به یوتیوب هستن اوید به ویدیو و سرکار دارن همچون همین ها ویدیو کردیم که همیش میزه کشتر هست مثلا بعضی حالات میشه انسان شکمش دم کرده بود شاید که سبب رودوش بدن یا که گوردوش بدن مثلا چیزی بود که تو همین چیز منفعت داره پس تو میخوای بیای که ویدیو کنیم المهم که یعنی ما میره در بعضی ها شاید معقول نشده باشه بعضی ها در سخت رسیدگی باشه از همتون معذرت میپرسیم بخشش شاید که بعضی هاتون تعبتون خیره شده باشه بعضی هاتون شاید نفوریده باشه شاید بعضی دیگه خیلی بعضی انسان هستن که از همین قیمتی که مثال خبردار نیست از همین چیز یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم یک عربی را گفته بود که برای اشکمش دم کاگی بود که برای همون چیز بخوره اینم اشکمش دم کاگی بود اما خاطر ما گفتیم که توصیه شده که هم چیز مثلا بدم پیش فایدهش مثلا ایمونیته انسان را بقوت میکنه مثلا ویروس هم میکشه بسیار منفعتاش بسیار هستن با هم خاطر گفتم اگر فراد میره چی میگه فراد ویدیو چه میکنیم شوخی ور اگر کتاب بخوریم من والله که فکر نمیکردم که این بچه بخورم را برای که به نهایت خوردنش دشوار قینه اگر که بخورید $200 میتم من راستی که بینم اورتون ندیدم راستی که بعد هم بعد چه خیلی بعد گفتم اگر که بخوری همیره من میتونم خورم که اتکاز میکنه گفتم میخورم خیلی که ما شیرش طور خورده بودیم نکی میخویم میزکش خانت بزن خورده باشی قطعی شیر خورده شیرش هم خورده که اصلا برای توابتی ما رو برای یک بیمار تکلیف کرده بود چی ای توجیکستان ای استغفرالله مسکوت تکلیف کرده بود تو خیلی ما بتونیم بس حجوری میگم برای بیماری همین چی را ویروس به حد فایده خوب داره بعضی ها رو مثلا همین چیز نفرد در کامنتر بسیار گپ‌های قبیح نوشتن از همتون معذرت میپرسیم و بخشش زیاد که همون چیزا مثلا شما دیگه خیلی فهمیدین ما نیت ما دیگه خیلی بود در شما دیگه خیلی رسوندن از همتون معذرت بخشش و ان شاء الله که دیگه ویدیویی که براشون میپسند که نوایه دیگه ویدیو تکرار نمیشه و نمیکنیم خوش به حالتون که خطاگی خودتون فهمیدین یعنی با بخشش پرسیدین خیلی یک سخن 366 پهلو داشتن در یک کار میلیون پهلو داره یک با هم پهلوی کردن که هم پرسماتر گروه بگیرن هم پرسماتر و هم مقصد شوخی و هم دلش پر بوده که وای نمیخره وای دلش پر بوده که هم پول میگیرم هم میخرم هم خودم دفایده هم سلامتی میدفایده هم پول هم بپول نگاه کرد او خودش $400-500 قطعی شیرش با یک گلاس اون دیگه بعد فایده داره ما او قدر درنی غش دارم ما قریقی روی خشو داریم درن ما خیلی خش داریم ما مقصد دیگه بگیم که ما در بسیار فایده آورده که بسیاری در که تابشون خیرش ایده ضرر گشت ما معذرت میخوایم و همون نوار ای کانالمون ادالید کردیم برادرو شما رانی کدامت گیجای در پرفتین میخواین ادالید کنین نمیخواین با خدا میسپاریم تون برادرو ای ما خواهش کردن و معذرت خواهی بود بله امو مثلا بسیاری جوشه اما من تو بیزیبوش بریدگان موندگان در کانالشون بعضی‌ها به خاطر پرسماتر شده هنوز مثلا ما دوجا گفتیم که ما شرق ایا طرف ما همچون برادر و ری گفتمش دوجا که نه گفت میخرم اگر که میرم میگفتم که اگر که تو خوردن نتونی $100 تمام میتی شما گفتیم بخرین $100 نتما او شوخی ام تشکی شوخی مراز برومار مثلا که ازش خورد ان شاء الله که بخیره انسان به خطا نیست کل بنی آدم خطا همه فرزند آدم خطا میکنه خطاگر است کلنا خطاؤون و خیرنا التواب همه ما خطاگر هستیم نگی بهتری ما اونایی که خطای خود رو اقرار میکنه و توبه میکنه ان شاء الله بازم بخشش زیاد یگون کمبودی باشه طرفی ما که در سخنگویی من وقت میشه و یگون که به پست بلند میزنیم نظامتون معذرت زیادی میخوایم الله نیابانتون باشه یگون گفتنی دیگه باشه حاجیو فقط سلامتی میخوایم فقط ما هر کاری که ما میکنیم اهل ایجاد برای خوشحالی شما میکنیم که یک شما یک چیز ببینین و هم عبرت بگیرین هم در حق ما دعاگو باشیم فقط در حق ما دعا کنیم که ما بسیار وقت
بهاده استاد میرزا ترسونزاده نگفته که حیف عمری بهترینم در سفر بگذشت، ولی آخرش خیال میکنن که ما همین سفر میبریم ای مستیمون رو میبریم. نه برادر، ما کارمون نمیاد. ما اگر سفر نبریم زندگیمون رو پیش بردن نمیتونیم. ما مسکو میریم، ترکیه میریم، دیگه خونی خدا خیلی اولش خدا آخرش خدا. هر کس هم خداوند لایق نمیبینه که به خونه زیباش بیایم. ما رو خداوند لایق دیده، اینا شکر خدا داریم. برو اومدیم ما هم دعا میکنیم در حق شما. خیلی که دعا میگه که اللهم اغفر لی و لوالدی و الاستاذ و جمیع المؤمنات و المسلمین و المسلمات برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین. الله اکبر. در حق جمله مؤمن و مسلمان الحمدلله دعا کرد حاجی اسمراد. خوشا به حالتون، خوشا به حال انسانانی که تماشا میکنن. الله نگهبانتون باشه. یعنی ویدیوی ما یعنی همه طرفه بود خلاصگر نه، همه بگیم یک سیرت شما و هم ای ویدیوهاتون هم ویدیوهای ما و هم برو برامشه اگر ای خطاگی ما بهترین هر صحبت آزاد بود. انشالله هم مشغول میشم. ما برادریم، دوستیم، باید در همه پستی و بلندی زندگی در بر هم دیگر باشیم. درست. یک خطایی میکنیم چی در کامنتر هم بگن ما خفا نمیشیم، بگن ما همین خطاگی ما باشم، ما البته خطاگی مونا به کلمه میگیریم. خیلی گفتیم که انسان به خطا نیست. برای هم دعا میکنیم که شما هر وقت خطاگی ما رو دیدین البته که بگین ما اصلاح میکنیم. پناه خدا، خداوند نگهبانتون. فی امان الله. السلام علیکم.